بسم الله الرحمن الرحیم. با هر سلام خدمت دانش آموزان پایه هفتم. همونطور که بچه‌ها گفت شد در مبحث اتم ها رسیدیم به این نکته که دانشمندان برای نمایش اتم ها از مدل های استفاده میکنن که یکی از این مدل ها مدل گلوله‌های کروی است. همونطور که در اینجا مشاهده میکنیم و اگه صفحه 19 رو نگاه کنیم ما اینجا گلوله‌ای داریم کروی شکل که میخوایم عنصر یا ترکیب رو بهتون نشون بدیم. خب در تعریف عنصر گفته میشه عنصر ماده است که از یک نوع اتم یا اتم های یکسان ساخته شده. خب ما اینجا اگر این گلوله کروی نماد هیدروژن باشه و این میله هم باشه پیوند، یه دونه اتم هیدروژنی که دیگه بهش وصل کنیم، همونطور که مشاهده می‌کنید بچه‌ها اینجا ما یک ماده به نام مولکول هیدروژن ساختیم که یکسان هستند، پس به این عنصر گفته میشه چون یکسان هست از یک نوع اتم. و یا اگر گلوله‌های قرمز نماد اکسیژن باشن، ما با وصل کردن دو تا از این گلوله ها به هم با این میله ها ما در اینجا یک مولکول اکسیژن ساختیم. خب بچه چون اتم ها یکسان هستن بهش گفته میشه عنصر. حالا اگه ما از گلوله‌های متفاوت استفاده کنیم، مثلا یه گلوله قرمز رنگ که اکسیژن است با دو پیوند وصل کنیم به دو تا اتم هیدروژن، خب در اینجا ما یک مولکول آب ساختیم که از یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن درست شد. همونطور که مشاهده می‌کنید اتم ها اینجا یکسان نیستند و مختلف هستند، پس به این ماده علاوه بر این مولکول گفته میشه یک ترکیب هم به حساب میاد. خب در مقایسه با مولکول اکسیژن که بچه‌ها ساختیم که یکسان بود، اینجا اتم ها یکسان نیستند، پس به آب یک ترکیب گفته میشه، اما به اکسیژن که در اینجا شکلش می‌بینیم یک عنصر گفته میشه. خب و نمونه‌های دیگه که بچه‌ها کتاب معرفی کرده، اگه ما یه اتم کربن که این رنگ سیاه نماد کربن و هیدروژن که رنگ سفید باشه، میتونیم باش مولکول یا ماده بسازیم که این شکل همونطور مشاهده میکنیم به نام متان، گاز متان که از یک کربن و 4 هیدروژن ساخته شده. و یا کربن دی اکسید که باش سرکار داریم، گازی است که در نوشابه است یا هنگام تنفس گاز وجود داره. همونطور که مشاهده میکنیم بچه‌ها یه اتم کربن دو تا اتم اکسیژن بهش وصل شدن، این هم یک ترکیب و همچنین یک مولکول است. اگه